سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز دوشنبه 27 ایول. مقامات میگویند هزاران مهاجری درمانده در روسیه و دیگر کشورها را به تاجیکستان آوردند و باز می آورند. افزایش مرگ و میر از کووید 19 در قرقیزستان بنابر زیادی فوتیدگان طبیبان در بیشکک جسد یک نفر را به کسی دیگر دادند. هیچ تنها با شرکت پرستاران و طبیبان عربستان سعودی به نشان احترام به کار طبیبان و پرستاران خارجی مراسم حج را امسال تنها با آنها اجازت داد. آژانسی اویاسیای گراژدانی تاجیکستان میگوید در آغاز خروج پاندمی دهها شهروندان تاجیکستان را رایگان به وطن آوردند، اما در قیاس با شماره خواهشمندان بازگشت به وطن این رقم خیلی ناچیز بود. ادامه موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح‌الله. اساس بر رسمیت درآوردن طلبات‌های صحابی و بین‌المللی ما تصمیم داریم این سازشنامه. در این نشست خبری در شهر دوشنبه مقامات رسمی گفتند صدها نفر را که بعد خروج کرونا ویروس در روسیه درماندند با هواپیما رایگان به تاجیکستان آوردند. با دستور بیروسته پیشوی ملت شرکت تاجیک ایر 28 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان را رایگان و دوشنبه انتقال داد. اینچنین روز 19 مای سال جاری با دستور پیشوی ملت 217 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان که در مرکز سخراوت نگاه داشته می‌شدند رایگان انتقال داده شدند. مبلغش را حکومت جمهوری تاجیکستان پرداخت. بعد نشر ویدیوها از احوال بدی مهاجران تاجیک در بازداشتگاه سخراوت در ولایت مسکو حکومت مجبور شد آنها را به تاجیکستان بیارد، زیرا بیم داشت که آنها به کووید 19 گرفتار می‌شوند. مقامات در نشست خبری همچنین درباره انتقال تابوت مهاجران تاجیک از روسیه صحبت کردند. گفتند جسد آنهایی که از کرونا ویروس هلاک شدند از بیم مسئولیت بیماری نآوردند. توسط شرکت هواپیمایی سومون ایر جسد 45 نفر شهروند به تاجیکستان آورده شد. با معلومات همه میرسانم که به خاطر بخطری و پیشگیری سرایت کووید 19 انتقال جسد با هواپیما منع است. اما به این نگاه نکرده شرکت سومون ایر جسد 45 نفر را از دیگر کشورها به خصوص روسیه به تاجیکستان آورد. تاجیکستان و روسیه از نیمه دوم ماه مارس با هدف پیشگیری از سرایت کرونا ویروس پرواز هواپیماها را قطع کردند و صدها مسافر در فرودگاه‌ها درماندند. آنها حکومت را تنقید می‌کردند که نمی‌تواند آنها را به وطن برگرداند، اما مقامات می‌گویند از بهار تا حال هزاران نفر را با پروازهای چارتری به تاجیکستان آوردند. با وجود این هزاران نفر دیگر که در روسیه بیکار ماندند منتظر بازگشت به تاجیکستان هستند. مقامات روسیه و تاجیکستان گفتند مسئله از سر گرفتن پروازهای معمولی را از روز 1 آگوست بررسی می‌کنند، اما این هم مشخص نیست. خبرنگاران تاجیک میگویند از نخستین نشست خبری وزارت تندرستی که در زمان پاندمی به این مقام وزیر نو تعیین شد خانه بیرون نآمدند. از بس که خبرنگاران نه همیشه از دفتر مطبوعات وزارت به سوالهای خود پاسخ سریع و کامل دریافت میکنند، امید داشتند که از خود وزیر میپرسند و اما پاسخ نگرفتند. همکارم امردین اولیموف در این باره گزارش آماده کرده است که حالا آن را با هم میبینیم. خبرنگاران تاجیک خلاف انتظاری‌هایشان از نشست مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اطلاع نو و تازه را نگرفتند. خودداری وزیر از پاسخ به سؤالها را کارشناسان خلاف ارزش‌های دموکراتی می‌دانند. اصلا انتظار ما از وزیر نو تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان دیگر بود. اگر اهمیت داده باشه در نشست مطبوعاتی امروزه نصف بیشتری وقت در حسابات وزیر گذشت. بعداً خب اون سوالهایی که داده شد به طوری که ضروری بود پاسخ گرفته نشد. پس از انتظاری‌های زیاد از نشست خبری وزارت تندرستی، امورهای گوناگون و زید و نقیض مرگ و میر، سبب و تعداد فوت طبیبان از کرونا ویروس نو ناروشن باقی ماند. جمال‌الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی گفت هیچ طبیب تاجیک هنگام ایفای وظیفه نفوتید.
و حالت‌هایی که فوت طبیب وابستگی باشد در روند در وقت توبت با بیماران در همه شعبه‌هایی که بیماران بستری بودند طبیبان فعالیت می‌کردند، امروز هم خیلی طبیب در وزارت تندرستی به قید گرفته شدگی نیست، لیکن تعداد همچون شهروند جمهوری تاجیکستان میتونست که باید در کوچه، در خانه و دیگر جاهای جمعیتی سرایت یافته و آورده به یکم اوریزه یا که پیدایش اوریزه یا بستری شدن در بیمارخانه یک هم خیلی حادثه ها هست. این حرفهای وزیر تندرستی در حال صدا می‌دهد که به دست رادیوی آزادی روی خط رسید که بنابر آن در 2 ماه اخیر 24 کارمند ساحه طب تنها در ولایت ختلان فوتیدند. در سندهای رسمی علت مرگ آنها التهاب شش درد شده است. پاندمیای کرونا ویروس وزارت تندرستی تاجیکستان را به یک نهاد زیر ذره بین مردم تبدیل داد. خبرنگاران هم برای دریافت معلومات پیوسته به این وزارت مراجعت می‌کنند. و بعضی از نشست‌های مطبوعاتی اگر وقتی بیشتر خودی معرضه کننده وزیر بگیرد چند 10 دقیقه 15 دقیقه دیگر علاوه اجازه میدادن که روزنامه‌نگاران به سوال‌هایشان پاسخ بگن، ولی در اینجا این طور نشد. اون وقت که اتمام رسید همین که نشست مطبوعاتی هم به آخر رسید. اما وزیر در انتهای نشست گفت خبرنگاران می توانند به همه سوال‌های خود از دفتر مطبوعاتی وزارت پاسخ گیرند. این هم در حالی که سوال‌های زیادی که در دوره پاندمی رادیوی آزادی با وزارت داشت و نامه‌ها ارسال کرد همانا به پاسخ ماندند و معلوم نیست که کی به آنها جواب داده می شود. حامیان حقوق و فعالان در افغانستان تلاش دارند به قانون‌های کشورشان تغییرات وارد شود و نام مادران در شناسنامه‌ها به حیث والد درج گردد. تاکنون در افغانستان نام مادران در شناسنامه‌های شهروندان ذکر نمی شود. برای همین نسب کودکانی که در تربیه مادران تنها هستند به نام عمک و یا تقاهایشان ثبت می شود. حامیان حقوق زن این را بی‌عدالتی می‌نامند و تلاش دارند قانون را اصلاح کنند، اما روحانیان محافظه‌کار مخالف این اقدام هستند. چرا؟ تفصیلات در گزارش همکارم طاهری سفر. غزال شریفی مایل دندانپزشک افغان مادر 2 فرزند و زنی موفق است. وقتی خواست برای 2 فرزندش شناسنامه بگیرد ندادند، چرا که او سرپرست قانونی فرزندان خودش به حساب نمی رود. باعث یک مادر ما بسیار زیاد کم آمدم برای از اینکه من مادر طفل هستم و من احساس کردم که بچه کاکای شوهر ما بالای طفل ما بیشتر صلاحیت داره نظر به کسی که ما هم حملش گرفتیم 9 ماه به شکم ما بود، بعد ما با بسیار مشکلات عملیات شدم، ولادت کردم، بیخویایش ما کشیدم، ما شیر دادم برش. تمام اوقات زندگی طفلم که ما تیر شده بود، مگر متاسفانه صلاحیتش در قسمت گرفتن تذکره و پاسپورت از کاکا و پدرکلان بیشتر است نسبت به مادر. در جامعه مردسالار افغانستان زنها را اساساً با نام یک مردی خانه‌شان می‌شناسند که یک نوع صاحب زن محسوب می‌شوند. در تذکره یا شناسنامه ملی فقط نام پدر را می‌نویسند، نام مادر نیست. برای همین سال 2017 فعالان حقوق زن معرکه را زیر عنوان نامم کجاست آغاز کردند. نیلوفر ایوبی یکی از آنهاست و میگوید با نوشتن نام مادر در سند به زنی افغان مقام و حقوقی که سزاوار است داده می شود. خوشحال هستیم که بعد از 3 سال مبارزه و بسیار قربانی هایی که ما دادیم، همی گروه ما دادن، این بالاخره بحث وارد پارلمان شد و ما متوقف نمیشیم تا اینکه بحث تصویب شود. وقتی که این مسئله اجبار شود خود به خود جامعه عادت میکنه و راه میفته و بالاخره مجبور هستند که را قبول کنن. به خاطر از اینکه این در اسلام گفته نشده که نام زن خود نگیرین. این یک عرف ناپسندی است که در افغانستان به نام ننگ و آر و سنت و اینا بالای زنها تحمیل کردن. اما تغییر عرف و عادت آسان نیست. برای بسیاری از مردان افغان بردن نام زن یا خواهرشان در بین جامعه خجالت آور و ننگاور به حساب می رود. یگانه دلیلی که پیش خودم است میدونه که این باشه که نمیخوایم در بین مردم تمسخر باشم. با تمسخر گرفته شوم مشکل بین مردم جامعه افغانستان هم قدر است. و جامعه افغانستان هم قدر پیشرفته نیست که مردم بتونن قبول کنن که نام مادرشان در شناسنامه درج شود. کمیته زنان پارلمان پیشنهاد کرده است که با اصلاح قانون ثبت اسناد رسمی نام زنان را در شناسنامه درج کنند.
ذکر نام مادر به عنوان یک هویت خانوادگی برای مادر به عنوان یک عضو خانواده یک هویت مستقل را میده و کمک میکنه به اینکه شروع حضور معنادار زنان را در جامعه داشته باشیم. حق کارشان، حق تحصیلشان، حق دسترسی به نیازهای اساسیشان همگی بستگی به این داره که این جامعه هویت این زنان را به رسمیت بشناسه. وقتی نام پدر در تذکره و حتی پدرکلان در تذکره هویت افراد ذکر هست ولی نام مادر ذکر نیست، این خودش یک خشونت بزرگ علیه نیمی از جمعیت افغانستان. اما تغییر قانون و درج نام مادر در شناسنامه می تواند عکس العمل روحانیان محافظه‌کار را به وجود بیارد. اینا نگاه شرعی مشکل ندارن دیگه. نگاه سنتی مردم افغانستان متدین هستند، مردم افغانستان دین دارن، شرم حیاش میگه نام میزنن در تذکره درج بکنن. این چی فایده؟ ما پرسان میگه از پارلمان دیگه کارا ماندن. فحشا در هر اطراف افغانستان فحشا گسترده است. در هر افغانستان فساد مزایداری، فساد مالی، این پیش دیگه گپا نمیگه، پیش گپا کتا کتا نمیگه، چیزایی که چی ناشیز است. این درد ما رو دوا نمیکنه. وکیلان زن امیدوارند بعد از ختم تعطیل تابستانه طرح اصلاح قانون را به پارلمان ماه سپتامبر پیشنهاد میکنند. عین زمان انتظار دارند که مخالفت سخت به درج نام زنان در شناسنامه خواهد بود. ورزشگاه بزرگ شهر بشکک پایتخت قرقیزستان به مرکز معالجه گرفتاران بیماری کووید 19 تبدیل داده شد. این کشور حالا با اوج سرایت کرونا ویروس روبروست. در قرقیزستان زیاده از 32,000 کس به کووید 19 گرفتار شده و بیش از 1272 نفر از این بیماری فوتیدند. میزان مرگ و میر تا حد بالاست که برخی از پیوندان شکایت دارند دکتران به آنها جسد شخص دیگر را برای دفن دادند. گزارش تلویزیونی نسته شفریم را از شهر بشکک همکارم میرزا نبی خالقزاد تقدیم میکند. این تالار ورزشی در شهر بشکک در زمان پاندمی کرونا ویروس به شفاخانه عظیم صحرایی تبدیل شد. برای وارد شدن به اینجا باید ثبت نام کنید و از داخل این ابزار پاکسازی از ویروس بگذرید. در جایی که زمان نبردهای اساسی ورزشی قرقیزستان صورت می گرفت، حالا طبیبان با بیماری کووید 19 می جنگند. اول ماه ایول در یک شب در اینجا 150 کت معالجه گذاشتند. ما این گونه نمی نشستیم، یک دقیقه آرامی نداشتیم. ما وقتی نوشتن و ثبت کردن تاریخ بیمار را نداشتیم. به نظر من مثل صحنه جنگ بود که در فیلم ها می بینید. مایرم مسئول بیماران است که احوالشان بسیار بد است. حالا او را برای معاینه زنی خواستند که نفس گرفته نمی تواند. بسیار ترسیدم. از آن سبب ترسیدم که فکر میکردم در دنیای دیگری هستم. من هیچگاه تصور و فکر هم نمیکردم که در چنین محیط و شرایط میافتم. در این روزها به طبیبان و پرستاران اختیاریان کمک میکنند. آیبک زمانی به اینجا آمد که فهمید تالار ورزشی را به شفاخانه تبدیل دادند. اولا این قرض شهروندی من است. من در خانه نشسته نتوانستم. اینجا حداقل کمک میرسانم. تا زمان پاندمی آیبک میبل میساخت، ماهی میگرفت و به کوه ها میرفت. اما حالا زندگیش دیگر است. در اینجا از ساعت 8 صبح تا 8 شام کار میکنند. روزهای اخیر کار در اینجا آسانتر شده زیرا مرگ و میر بیماران در بنگاه‌های طبی بشکک کم شده است. در شفاخانه‌های معمولی حالا هم بیمار زیاد است و روزانه تا 40 نفر می‌فوتند. به سبب کار زیاد طبیبان گاه‌ها جسدها را به هم آمیخته می‌کنند. ایدر ایگیبایوا یکی از خبرنگاران قرقیز نقل کرد که چگونه به او به جای جسد خویشاوندانش جسد فردی بیگانه ای را دادند. از بس که معیارهای بهداشتی وجود دارد، جسدها را در خلطه سیاه می‌دهند و باید همان روز دفن کنید. این گونه حالت‌ها می‌شوند. از بس که در خانه همه مثل فوتیده بیمار شده بودند، روی جسد را باز کردند، فهمیدند که کسی دیگر است. شکر خدا جسد خویشاوند ما را به کسی نداده بودند. تا بگاه اهل خانواده جسد را برگرداند و جسد خویش ما را آوردند. اما ایدای نمیخواد وزارت تندرستی و طبیبانی را که شبانه روز فعالیت دارند گناهکار کنند. فقط میخواد معیار سپردن جسدی آنهایی که از کووید 19 فوتیدند بازنگری شود. او میگوید حالا وقت شکایت و گله از کار طبیبان نیست که صحتی و جان خود را برای معالجه دیگران در خطر میگذارند.
بینندگان ارجمند اینجا وقتی This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.